پسرکی شهیدم تو چیکار کردم پسرکی خوش روی کم بیدار شو التماس چشمت رو کشو در پیش چشمت تماشا رخ داد برادرم رو کشتن تو تماشا کردی آروم باش اگر ترک میبود میخل نمیکردید در پیش چشمتون همش رخ داد شما باشید ایستاده تماشا کردید تو چی ها میگویی کرد باشه چی فرق دارد او کودک کرد بود انسان بود ما نباید تفریق گذاری کنیم شوداران باش و یک طرف برای چی یکم کار نکردید آدم ها سلاح داشتن به ما حمله کردن خانم چی گناه کردم؟ چرا میزنی؟ باز پلیس ها را گناهگار میکنی خانم بیشرم کودکی خود را به راه کردی خانم خواهش میکنم زنت تو را با عیبی تو مرد تو گناهگاری شد بس است تو گناهگاری ایست نگریز خاطر گفتم نگریز میدانم درد وزنی است ایست نگریز ایست و نگریز ایست این تروریست را دستگیر کنید تا که با دیگران ضررش نرسد او را دستگیر کنید خانه دیگران را خراب نکنید پسرم پسرم ای برادر ایستو با تو یگون کار از نمیکنم قفایم نبیا برادر از همه تا حسابش رو میپرسم راه دهید من پلیسم خیر باید چیکار کنم نمیخوام که بازیچه گردی همایی شما شوم یگان حادثه رخ نداده از پیش راه هم دور شوید یگان حادثه رخ دهد چی مایلش این مراتبه مثل گفته شما شود اما با شما باز روبرو می شویم به اجازت ما با اینجا هیچ کس نمی دراید از شما کسی هم اجازت نمیگیرد آرام شوید روید از اینجا روید نرسید آرام شو خواهر خواهش میکنم آرام شو کجا ببره پسرم نبره پسرم کجا ببره بردنش آمازی چیکار میکنه بیا یکتم شد با آنها گرفته برم نباشد قاتل پسرت را نمیابیم گوش کن قاتل پسرت را میابم زاهده خانم
رفیق سردار یوسف عکس شخصی قاتل رو گرفته است. من سردار اینجا در حالت فراندن. سردار صورت جنایتکار رو گرفتم. شد. ممنون. این صورتگیرک را در حال به شبه گرفته بر. گفته یابد کنی کی بودند آنها. شاید در حجتها به قید گرفته شده باشند. итоат сардорам, нигарон набошед. Юсуф ман инро ба ту баргардонда медиҳам. майли шак. پیکس کمی بدتر به جای گفته‌ات می آیم. انشاءالله که تو هم در آنجا می شوی. کی می مرد کی را به خاک می سپارد در همانجا معلوم می شود. سرکمیسر ماشین باشد. از این پس ماشین خودمان را استفاده می خوب شده است. تو در اینجا است. اکنون در اختیار ثابت می شوی. بخیر است سرکمیسر. شما بار نمیگردید؟ معلوم نه. تو این کاغذ را گیر. نه کجا یک روید من هم میروم. نه نمی شود. تو این کاغذ را گیر. این پول ها را هم. اگر برگردم به من پس می دهی. در سراغ نوشتم مرا انتظار شد. فهمیدی؟ مایلش. یک تا کرسی نو یا کونه فرقش نیست. 4 متر زنجیری دراز برای زنجیر تجهیزات. اینجا چیزی هست تیغ یا الماس لطب و سانی بسیار. به فکرم باز به عملیاتی می رود. همیشه میگویم که یک جا درس تیار کنیم. تو باشه نمی اویی. برای همین بهای 2 میگیری. بچه ها کنی به اینجا بیایید. برو میگوید اکا. به اینجا بیایید. یک خوبی میکنید. چسب موید رو به من ده. مرحمت. تشکر. او چیکار میکنه؟ تمام. انا دروگیر برای خودتون شیرینی خرید. تشکر اما. خیلی ناز. الو؟ تو چی فکر داری؟ حیاتی هر دویمون رو در خطر میگذاری. در کجایی؟ کار ضروری دارم. میدانم که تو به نزد پیکس میروی. دیوانگی نکن. تو را میکشن. پروا نکن. من تنها نمیمرم. بیده این بازیچه من از تو نه از من. برق جون بیا رویم پسرکا. من تو رو نگم بیده. ای بس برق جون من خواهرت بازی کنم. بازیچم رو. من به تو یک چیز میدهم. انا گیر در خانه بازی میکنیم. میشود؟ بیا میرویم پسرم. تشکر به شما. خیلی من رفتم. خب تو بگو. چقدر ناز. این بازیچه هم با من مخول است. زیبا بسیار هم زیبا. امروز چی بازی کردید؟ امروز بسیار بازی کردیم. لابد جنابی پیکاس.
ягон нофаҳмие ҳаст? не нест. танҳо аз шумо интизори фармон мебошам. вақте ки фармон додед бомбаро метарконам. вақт кам мондааст. каме сабр кун. ایست دستت رو بردار. فهمیدم. آرام باش دوست. حرکت نکن. گفتگو میکنم. مالش لیکن آخر من قیتیق دارم جرا. گفتم که آخر من قیتیق دارم. تو مرا مجبور نکن که تو را با مش زنم. با دقت باش. چی میگویی؟ شوخی نکن. این چی؟ کاری تو چی؟ دکاس در کجایی؟ داد نزن شیر بچه، من در اینجایم. خوش آمدی. ببینم که تنها آمده ای. معلوم که جسورتر شده ای یا اینکه احمقتر. من همون پیکسی میدانستگیت هستم. ایواز نشدم. من هم حیران شدم که چطور جراحی کرده خودت را با مردینه تبدیل داده ای. اصلا تو مرا در حیرت ماندی. خودت با پای خودت به سوی اجلت آمدی. این دیوانگی تو در تاریخ میماند. همین طور تو برای حیات دیگران جان خودت را فدا میکردگی یگانه قهرمان هستی. همین خیل نه؟ بله، اما این دفعه من تنها مدانی نیستم. این شرف را همراه با تو دیدن میخواهم. لبای چیرین جان، شل اخیر سگ رو نمیدهد. تو با دیگر چیز بازی کن. آخیر وای بطریه دارد. بطریه میگویی؟ این کدوم بازی چه باشد؟ بیو با من نشون ده. معلمه یک دقیقه اینجا بیایی. تو رفته با دیگر چی بازی کن؟ من کمتر پس میویم. مایش مربیه. تو در حقیقت هم دیوانه بوده ای. دیوانه. متاسفانه همین خیلم. دو راه انتخاب داری. یا که بمبای گذاشت را بی‌ضرر بکنی یا اینکه خودت میترکی. انتخاب از تو. با فکری تو من از مردن میترسم؟ خیر. پس تو فکر میکنی که من از مردن میترسم؟ یعنی هر دویمان از مردن نمیترسیم. اینطور باشد، یگان جای بحث نیست.
کاسالیسانت نیز با ما میمیرند. ایست. این بازیچه من تو دست نرسون. خیلی من بازم چه بازی میکنم. بازیچه من از بازیچه شما بهتر است. شولا کنی بینم در دست چی هست؟ شولا 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 خدایا این بازیچه نیست. پرتو زود آن رو پرتو. بیا جانکم. ما گفتم دخترم نکن دست ندستم. شولا جان نکن جانکم. بیا جانکم نکن جانم. نمیترسم گفته بودی؟ نمیترسم. معلوم است. زنگ زن زودتر. به سگانت زنگ زن. بی‌ضرر کن بمب را. آن بمب میترکد. بمبای بدنی تو هم. با اجازتت من ترکانم. گوش کن، من شف کردن را دوست نمیدارم. زنگ زن زودتر. ما مرگ را، بمبها را، تیر و تنگ را پسی سر کرده به این مقام رسیده ایم. آیا یکم بار است که به مرگ روبرو شدم؟ بس کن سفسطه‌گویی را. زودتر زنگ زن. آن بمب را بی‌ضرر کن. زودتر. میبخشی. گپ از دهانم الکی برآمد. این خیل باشد. حرام میماری. تو هم. اما همراه تو نسلی تو هم نصف میشود. سگیلگین بمب را در باغچه کودکان ماندی. در باغچه کودکان. دختر جانکم آیسته او رو گذار. آیسته مان. زود جانکم زود. دستکت رو گیر. عزیزکم مان زود شیرینکم. دستکت رو گیر. عزیزکم مان زود. عزیزکم زود. آفرین شولا جان. کنیم بچه ها اما به بیرون میبرایم. بازی میکنیم. زود. با خیر است. چی شد؟ باور نمیکنیم در باغچه بمب گذاشتن. چی بمب؟ دستر بچه ها زود به بیرون میبرایم. کنی رفتیم. زودتر. بیا عزیزکم. کنی بیایید. کنی بچه ها زودتر به بیرون باید. زودتر کنی زودتر. رفتیم. آرام بیا عزیزم بیا. دستکت رو ده. رفتیم. پلیس گوش میکنند. بمب است. در باغچه کودکان بمب گذاشتن. فوراً به اینجا بیاید التماس. باشد خانم نشانی را گوید. سردارم صورتی که یوسف گرفته بود اون شخص رو یافتیم. ایلدیرای دیکپاش. جستجو کنید. در کدام قبری که نباشد یابید. این آدم را میخوام مندو. کفتن رو علاقه سر کردیم سردارم. نگران نباشید. آگاه در جنازه اسماعیل با دقت شوید. همه را آگاه کن مندو. پگاه هنگامی گردی همایی برای ضد دولت اعتراض کردن فرصت خوب می شود. بینید کی می آید. نجیب سردار در اینجا چیکار میکنی؟ یکی در خطر است. باز چی شد؟ یک از در تالار رسم ها بمب گذاشته است. یکی را میخواهد. باز در جای دیگر هم بمب گذاشته است. در کجا؟ نمیدونم. یکی تم رفت خودش را قربان میکند. سردار یگان علاج یافتن در کار. یگان نشان هم نیست. یگان چیز هم نگفت. نه نگفت. مرا هم گوش نکرد. سردارم بمب گذاشتند. از کجا؟ فاتح پسر یگید در باغچه آنها. تستر میرویم. با بمب بچه‌ام خبر دید. راگا تستر شاو. انا همینجا بازی میکنیم. کنی این طرف بیایید. خدایا پروردگار در این وقت چه گپ شده باشد؟
мебахшед ягон воқеа рӯй дод. дар дарун бомба гузоштанд. ба полис хабар додам. ҳозир меоянд. бомба гузоштанд? худоё. дер мондем. бомбаро ёфтанд. кӯдакон ҳамашон дар ҳамин ҷоянд? бале, ҳамашон дар ҳамин ҷо. як бори дигар ҳисоб кунед. ана акнун ин боиси шанс ман мешавад. ман инро ба хона мебарам. با دعوتی خودت آمدم. با کودکان بیگناه کاردار نشو. کاری تو با من است. هر چی کردنی باشی با من کن. پران مرا. اگر در وجودت یک ذره مردی داشته باشی این کارو نکن بکس. خبر نداری مگر آخرین مرد در جنگ چنکل شهیده بود. اون بمب حتما میترکد. بمبای بدنت را ترک کن خواهی نه. خودت میدانی. با فکرم از مکتب زنگ میزنند. گوش کن پیکاس. من راضیم که جانم را بگیری. اما کودکان را رها کن. با اجازتت جواب میدهم. бомбаро ёфтанд. полисҳо омода истоданд. чӣ кор кунам? ترک کن بمب را. نه ایستا. بازدار. زنگ زده بازدار. بند کن. جسارتت باشد ترک کن. هر دویمان میموریم. با تو گفتم زنگ زن. بازدار. جسور باشی ترک کن. ترک کن گفتم. چی ایستادی؟ ترک کن. هر دویمان میموریم. بازدار آنها را. جسور باشی ترک کن. در بدنی تو بوده که بمب را ترک کن. جسور باشی ترک کن. چرا آرام ایستاده ای؟ ترک کن گفتم. ترک کن. ترک کن. назоратчиёни бомба куҷо шуданд? дар роҳан сардорам. ҳамаи кӯдаконро баровардед? бале, ҳамашонро баровардем. ирду атрофро назорат кунед. бинои ҳамсояро холӣ кунед. ниёзӣ, канӣ ту як фотеҳро дида баро. тезтар. итоат сардорам. шумо ҳар деятон ба ин тараф. хафоро ҳам назорат кунед. хонум, илтимос, аз ин ҷо дур шавед. илтимос, мошинатонро гиред. дар ин ҷо чӣ гап? ин кор ба шумо тааллуқ надорад. илтимос. ҳозир мебинем ки дур мешавад аз ин ҷо. эй худо, шӯла нест. шӯла. шӯла охир дар пешамон буд. аз дарун набаромад магар. охир дар назди кӯдакон нест. наход дар дарун монда бошад. шумо дар ин ҷо истед. ман сардорам, шумо истед. ман медароям. не, шумо интизор шавед. майлаш. чаро дар ин вақт ба дар медорад? вақт кам монд. бачаҳо, гирду атрофро назорат кунед. одамонро дур кунед. бомбае ки дар дарун аст барои марги берун будагиҳо ҳам кофист. ана вақташ расид. шӯла. 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 дар куҷои духтарам? шӯла. 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 овоз баро духтарам. кани ту баро. биё бо ту бозӣ мекунем. шӯла ту ҳастӣ? ту он бозичаатро дӯст медорӣ? биё онро ба рӯи миз мегузорем. ман ба ту аз ин калонтарашро медиҳам. ваъда медиҳӣ? ваъда медиҳам. биё. майлаш? майлаш.
برای چی نترکید؟ نترکید، ترک آخر ترک. این ماشین در اینجا چیکار میکند؟ بمبئی در تالاری رسامی بوده را از مسافه دور ترکانیده بودن. این دفعه هم اگر از مسافه باشد نمیترکد. چون که موجهای مانع کننده مانده. آفرین به تو عاطف. این عقل و ذکاوت تو بسیار هم خوب. برای کار به تو. تشکر. انا میآیند. سردارم چی شد؟ یافتید بمب را؟ آنها خبر ده تا تست آیند. خوب سردارم. در حال زنگ میزنم. کسی این رو فهمد به غضب میآید. چرا کار نمی کند؟ تجهیزات مانع کننده آوردند. این پلیس از من دیده با عقل تر بودند. جانکم خیریت. تشکر به شما. درها کودکان را از اینجا دورتر برید. سردارم در راه صدمه شده است. به ضرر کنندگان در آنجا ماندند. این پسر یگیت نیست مگر؟ گرد و اطراف را نظارت کنید. همه را دورتر برید. همه سردارم. بچه ها امنیت را زیادتر کردم. سلام. من معلمه فاتحم. کودکان رو میبریم. گیرمش ممکن؟ مایلش مرحمت معلمه. تمام بیناهای گرد و اطراف را خالی کنید. گریه نکن. با نزدی پدرت میرویم. گریه کنی کردن گیر. دیگر پدرت رو نمیبینیم. الو بهجت، نقشه همون تغییر یافت. بمب رو ترک کننده نتوانستند. با نزدی پیکاس میروم. نگران نباش، پسر یکی در دستم است. تو هم بیو در اونجا وا میخوریم. فاتح آمد. فاتح در همین جاست. فاتح در همین جاست. خدایا. فاتح خدایا باز فاتح نیست. نترسید. من او رو همراه دیگر معلمه را معلمه. یک زنی سبزینه با مویهای دراز در قفای سرش بستگی. ما این خیلی معلمه نداریم. برای چی کودک را به شخصی ناشناس و نمیدانستگی دادی نیازی؟ از کجا میدانم سردار؟ گفت که معلمه هستم، کودکان را میبرم. یگیت رو دستگیر کردم. من یک زنگ زده پرسم. کنی زنگ زن. جواب نمیدهی؟ جواب میدهم، اما اول بدن تو را با تیر سرخ میکنم. سردارم یگی جواب نمیدهد. کدام وقتی که اون کاری عاجل شود جواب نمیدهد. کجا برده باشد و فاتح را؟ آخر برای چی دادی او را نیازی؟ از کجا دانم سردار؟ مثل جادو کردگی بر این شده. یا خدایا پروردگارا. یعنی در این جایه. برای چی بمب نترکید؟ آنها بمب را یافتند. من باشم پسر یگیت را دزدیدم. خوب کردی. یگیت باید آماده باشد. راه گرد. چقدری دیگر انتظار میشیم میگید؟ بمب ترکید. همراه پسرت کودک زیاد مرد. بیا اکنون این بازی را به آخر رسان. این طور باشد من هم نزد پسرم میروم.
پیش از ترک کردن دست به دست کرده چشمانمان را میپوشیم. یک لحظه. تو کسی؟ کی است وای؟ کی است؟ رفیقی که ما را در گذاشتن بمب کمک کرد. متاسفانه نترکید. پلیس ها یافتند. اکنون حاضر همه دست به دست گرفته چشمانمان را میپوشیم. این رفیقان هم با ما شریک میشوند. همینطور نه؟ این بمب برای همه من کافی است. صبر کن. هیچ کار کرده نمیتوانی. برای چی؟ برای آنکه پسرت در دستی ما او را به اینجا آوردند. ازبک کودک را بیار. پسرم سر دهید پسرم را سر دهید. گوش کنید هرچی خواهید من راضی، اما پسرم را رها کنید. باوری داری؟ برای خاطر پسرت را بینیم. و فکرم حالا که امکان داری بمب را ترک کن گفتم ترک کن. یکی دست پیشم دور شو. کمی دیگر دور شو. زودتر کن. به طرف راست. ترک کن زودتر. چرا ایستاده ای؟ باز کمی دیگر. پسرکم بیا. از کجا میپرانند؟ کی باشند؟ نمیدانم. با فکرم از این طرف پراند. زود از اینجا برایم. با ما حمله کردند. سگ ترسونچاک. تو را شناختم. تو همان بیشرفه میباشی که در طاقت 7 عسکر را به شهادت رساندی. میبینم که تا حال از خون سر نکرده خونخواری لین. خوب هستی؟ خوبم. این همان حیوانی نیست که صورتش را به ما نشان داده بود. خودش در سرش پران که مرده رود. همین قدر آسان؟ در همین جا؟ این را گرفته از پایهایش آویزان کرده چندین شب و روز اشکنجه میکنیم. چنان اشکنجه میکنیم که هر یک ضربه به او مرا آرام میکند. نپرونید. مادری من هم ترک بود. خز از جایت خز. برای ما ترک یا کرد فرقی ندارد. ما ملتگرا و اغواگر نیستیم. برای ما انسان بودن مهم است. میفهمی؟ نجیب سردار در باغچه بود. از فاتح خواطر بود. با او زنگ زن. آرام است. الو سردارم. در کجایی یگید؟ در باغچه فاتح حادثه رخ داده است. خدا را شکر که او را ثابت صحت و سلامت گرفته آورد. لازم میگوید که کدام مقدمه گرفته است او را؟ ها بای کمی پیشتر با اون دنیا رفت. ثابت گفت که به نزد پیکاس رفته ای؟ رفتم اما ناآمد. میلش بدوا میخوریم سردارم. خب روگر توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشنود جان
عشق چیست؟ محترم سروزیر، ارکن کندو طی 2 سال است که در قسم شرق و جنوب شرق به نقشه های کشیدهش موفق نشده ایستاده است. امید آخرینش این است که پرت اقتدار را بسته کنند. فقط میخواستند که در کوچه های دیارباقر حرکت خلق را علیه دولت بینند، اما دلگرمی خلق دیارباقر به آنها نتیجه هم نداد. مسئله حالا تروریستانی که نیتی از کفر آمدن دارند، این چی به سر و سامانی؟ نمایندگان ارکن کندو از هر یک عملیاتی که میکنند محصولات زیاد گرفتن میخواهند. سالن رسم کشی را دیده و دانسته انتخاب کردند برای آنکه در نزدیکیش پست بود. میگویند گروه تروریستان عملیاتشان را انجام دادند و با این کارشان ما را تحقیر کردند. چنانه که میدانید نقشه 1000 ساله دولتی نو را کشیدند. اگر پلیس بر ضد این عملیات ها کاری نکند، ارتش حربی را به شر می‌درآورند. عاقبت این انقلاب است. با فکر من اصلا مهمش این حرکت خلق می باشد. نقششون این که سالهای دراز در همسایگی باید گر زیر صلح امنیت زندگی این خلقها را نابود کردن است. خیال اساسی آنها جنگ خونین را تشکیل کردن است. این بسیار یک فلاکت دهشتناک می شود. اتفاق و همفکری هم ممکن نیست شد. همه چیز را از دست میدیم. مرگ یک کودک 7 ساله. خودتان فکر کنید بسیاری از انسان ها تحمل و اندیشه نکرده همه را به پا میخیزانند. باید آید این مسئله فکر خوب کنیم. تیره که اسمایی را به خطر رسانید. از سلاحی یلدره دیگبش بوده است. او را یافتید؟ همه جا را کفتیم. آیلش به ما گفت که چند روز شد که به خانه هم نمی آید. خانهش را زیر نظارت قرار دادیم. کی بوده است این آدم؟ در شرق انادولو همه را مثل فقیر میدانند، اما هممون میدانیم که او در یک مقامات رسمی معاشدار سالهای دراز کار میکند. کار ما را این مسئله بسیار هم دشوار میکند، برای آنکه اکثر اینها در مقامات دولتی کار میکنند. در پیش چشممان ماشین های دولتی را استفاده میکنند. وقتی که آنها را دستگیر کنیم و ما حجت و سلاح دولتی را نشان میدهیم. وقتی که گناهشان را یابیم و سایت اخبار را استفاده برده گپای راست و دروغ میگویند. وقتهای آخر باشد تشویقات عجایب را پیش کرده ایستادند. گویا بین مقامات ها رقابت وجود داشته باشد، حالان که در بین خود دولت رقابت وجود دارد. می ترسم که روز تا روز نقشه های دهشت آور را عملی میکنند. این به نهایت بد است. کار کردن لازم که نقشه های آنها را برباد دهیم. اگر اجازت باشد من یک چند گفتنی های دارم. خدایا باز چی شد؟ سرکمیسر این کیست؟ او را خطاره زد یا چی شد آخر سرکمیسر؟ ها تجهیزات های فرمودتان را آوردم. بسیار خوب. برار خیره. ها این بخیه پولتان سرکمیسر. مایلش بهترش در دست من استاد. برای صرف کردن پول ندارم. خیره تو میتونی روی. حاضر در کنج راست اکران یک فیلم دهشت سر می شود. باز شب به خوابت ندارد میگویم. من هم ایستم سرکمیسر. مایل است لیکن باز ترسیده در ازا را تر نکنی. خوب کوه بیار خانخوار. کوه گبزن چطور دلتان شد که شما آن جوانان را قربان کنید؟ کدام خواهین آنچه را گفت؟ گبزن لایین این یک مثل مرده بوی میکنی سگ. دو اینجا بیا گبزن. درد میکند؟ درد میکند؟ آفرین
4 اکنون اینجا بیار از 5 گم شو. این 5 و نیم. اکا جان التماس هفتمش رو من زنم. مایلش. تشکر. جوابهای ملکه سهیل‌بانو نشان داد که در سال 2010 چندین شخصان در حجره آنها انتظار فرمان نشستند. آنها منتظرند اگر آنها را پیشگیری کرده دستگیر کنیم سال 2011 از همه زد و خوردها جنگ و جنجالها و فتنه خلاص میشه. حجره‌های به سوی قصد آماده دیدند که خواست آنها در جنوب شرق عملی نشد، باید جنگ خونین برادرکش میشد. حالا باشد نقشه به قتل رساندن سرداران کردها را دارند. از روی نقشهشان از دیار راقیر سر کرده تا مردین 1 میلیون انسان به کوچه باید برآیند. یک بار فکر کنید در جنازه پیشوای کردان 1 میلیون انسان را جمع کرده گرد همایی تشکیل نموده یک چند نقطه را ترک کردند. نقشه اساسی آنها همین است. عیناً همین طور است. نیت آنها این است که جنوب و شرق را از دولتمان جدا سازند. برای این همه کار انجام میدهند. تیارند که جنگ خونین را هم برپا کنند. مسئله سرداری کردها مهم میباشد. بله. باز یک راهبر سیاسی دیگر را هم زیر هدف قرار دادند. بزمی پیشوای روحانی یک گروه خردی دینی هم با آنهاست. هم در داخل و هم در خارج سوءقصد بزرگی را در نقشه دارند. نجیب، حمایه آن سردارها را خودتان به عهده گیرید. آدمان فعال را نزدشان گذارید. خانه هایشان را نظارت کنید. اگر به آنها ضرر رسد مشکلی ما زیاد می شود. نگران نباشید آقای مدیر. پگاه سحر کار اول زیارتی می شود. با شما باوری دارم تا امروز ما را در خجالت نگذاشتید. تشکر. ما همیشه وظیفه‌مان را اجرا میکنیم. با من گپ زن. چی گویم؟ گپ زن گفتم، گپ زن. لین گپ زن گفتم. هر چی که بدانی گپ زن. تو اول در گروه تروریستان بودی. برای چی از آنجا برگشتی؟ و برای چی به ارکین کاندو در آمدی؟ چی خیل در آمدم؟ ما شخصانی عمل کننده تنها وظیفه های داده را اجرا میکنیم. سردارهای ما باشند این را گیرو کار را بود کن میگویم. عضوهای گروهی تروریستی در ادا، انقره، قندیل و در اروپا زیر نظارت آنهاست. مثل حادثه که در رشیدیه شده بود. فرمان عملیات رو کی میدهد؟ معلوم نیست. دیگر نمیدانم. فرمان را در ادا کی داد؟ چی ادا؟ از آنها یگان خیری نیست. خصوصا ادا بودگی ها و گروه های تروریستی که در اروپا می باشند به ارکنکاندو همکاری کرده با گروه های ما ضرر کلان رساندند. ما فکر میکردیم که دوام ده. آن گروه حالا با چه کار مشغول است؟ از وقتی که دولت همکاری را سر کرده است در شمال عراق مثل پیشینه براحت نیستیم. سرداران و خلقی آنجا مثل پیشتر خوب نمیپذیرند. با اهل ادا سخن یک طرف استد. آنها حتی با ما میگویند که در این همکاری با آنها متحد شویم. عملیات رشیدیه را برای کی و برای چی کرده؟ چاره آخرین این بود که میلتچیان کرد را با میلتچیان ترک جنگ اندازیم. تنها یک چند سردار کردها را نه بلکه سرداران ترک ها را نیز قصد کشتن دارند. این را از آنها شنیدم. سرداران هر دو طرف ترکیه را آنها پاره کردنی‌اند. برای همین از جای بد سراغ محمود ترک را یافتیم. ها؟ اکنون نوبتی اوست؟ ها؟ بله. که جناب پسگار می آید؟ حاضر می آید. کمی صبر کن.
марҳамат ҷаноб. مثل حضرت پیسگار سردار عالی جناب داریم. این بسیار نعمت بزرگ است. اگر به خدا باوری میکردم میگفتم که او بنده خاص خداوند است. باوری دارم که مثل خلق امریکا که روزولت را به کرسی پرزیدنت انتخاب کردند، شما را هم روزی می شود که این خلق پرزیدنت انتخاب کرده و این قرض شما را برگردانیده می دهند. در این حادثه ناخوش مرا دستگیری و صداقت شما قوت بخشید. همتون را یک به یک تشکر میگویم. هیچ گپ نیست جناب. ما بغیر از درگاه شما دیگر جایی رفتن نداریم. البته ما به شما صادقیم. شخصا من تا دمی که جان در رمق دارم خدمتگار شمایم. تشکر زیاد مینیک. در مدت یک چند روزی که نبودم خبرهای خوب گرفتم. برای این به پیکس منتداری میکنم. جنگ داخلی که میخواستم علیه شروع کردید، اما خبرهای ناخوشی هم گرفتم. داوران و دادستان ها به مکان مخفی من در آمدند. محترم آقای پیسگار، به شما وعده میدیم که کسانی که به مکان ما در آمدند از تولد شدنشان پشیمان میشوند. شما خوب میدونید داوری که دعوای محکم کردن شخصانی که سوی قصد کردنی بودن چی کارش کردیم؟ یک روز بعد جسد او را از خانهش یافته این خبر را پهن کردند. این طور. جناب، در رفت کار علیه همان بعضی دعواهایی که کشادند کاری ما را مشکل تر کرده باشد، هم در کارهای مرکزی خیلی فعال می باشیم. در آینده آنهایی که به مکان ما حمله کردند اگر کارهایمان برار گیرد همش به فایده خودمان حل می شود. یعنی که حجتها را قانونی کرده راست و دروغ علاوه میکنیم و محکم میکنیم. برای این مسئله مهم در سود عالی یک آدم ارکین دانو را وظیفه داده همه کار را با عهده او میسپاریم. با آری خان قرار در سود عالی همان آدمی ما میدهد. با شما پیشکی گفته بودم حکومت برای گوش کردن تلفن های قماندان های یک قرارگاهی مخصوص تشکیل کرده است و این عمل را ما با مجلس عالی خبر دادیم. برای عمل کردنمان یک زمین پیدا شد. غبا را خودشون تشکیل میکنند. رفیقان نو کونه در وسایط اخبار بودهمان با شوق و رغبت زیاد کار را سر کردند. همش خوب، نقص. اما چرا ما با این کارهای میده چویده سر و کار میگیریم؟ حضرت پیسگار، باور کنید این مسئله را من خودم از خودم میپرسم. راه ها را مثل راه تیاره هموار و تازه میکنیم و در آن راه هموار و تازه در یک سنگچه پیش پا خورده میافتیم. شاید اکنون قدم های کلان زدنمون لازمه. چخیر جناب؟ آیا از ما یگان نقشه را پنهان میکنید؟ اسد، لابا جان، کنی نقشه های نومان را بیارید. حاضر. آسته. این چیست؟ آن این ترکیه. غیر از ما کسی این را صاحبی نمی کند. فقط ما می بریم، ما تقسیم میکنیم، ما میخوریم. با من گوش کن خیری. چطوری که میبینی ما در اینجا بازی نمیکنیم. حالش را دیدی. انا در یا حاضر برآمده دیگر به خفایت نگاه نمیکنی یا اینکه کجایی که ما میرویم همراه ما مرده میروی. خودت انتخاب کن. کاری کرده ما خطا است خیری. ما هم میدانیم
اما تقدیر با ما این کار نصیب گردانید. مجبور میکنیم. چی گفتی؟ اکا لیکن معاش سغورتا راه کی راه خوراک پولی خیری مایلش اکا من با شمایم همیشه همراهتون میشوم از این پس نترسید. اوه اکنون آرام شدم. اکنون مغلوب نخواهیم شد. اکا نکنید. بسیار پشیمانم. التماس رحم کنید مرا ببخشید. باز بسیار چیزها رو میدانم. گوش کنید. یک روز از امرالی یک کس را دزدی کردند. او را میپروندند. فرمان از مرکز بود. 7 جوان شهید چی میشود ها؟ خلق بیگناه دیهات را کشته بچه ها میپرداختید. خونبهای آن بیگناهان را کی میدهد؟ گبزن لعین کی خونبهای آنها را میدهد؟ التماس رحم کنید. خیری این حرامی را گرفته با جای فرمودم میبری. فهمیدی خیری؟ مایلش سرکمیسر مایلش. بسیار خوب. بینید از همه جای بالعزت ترین این تارت شمال و شرق می باشد، اما مکتب را بابام به ترکنده نمی شود. به ما یک عمل در کار که در تاریخ نقشش ماند. مثل حادثه خونین 1 می، مثل 4، مثل مارش، مثل مدیمک جناب. یا اینکه سویقست غرمونچو. غفار آکن را فراموش نکنید. یک حادثه ای که زمین به جنبش درآید. او کی باشد؟ التماس نامش را بگویید. بهترش به گوشم گویید. سخن مخفی نیست مینیک. اسد صورت را نشان ده. انا این هدف ما. عجایبات می شود. چخیل این فکر به سرم نآمد. اگر خواهید که جنگ برادری شود جسدی او را دیده نمان در کار. وحشیانه خونخوارانه کردن لازم. خلق به کوشه ها می براید. کردان دیوانه می شوند. جناب باقی ماندهش خود به خود حل می شود. این نقشه به من خیلی هم معقول شد. در حال سر کنید هر چی زودتر. حالا همه کسا تورتمان را می بریم. قسم شمال و شرق ترکیه بازگشت ارکنکان 2 می شود. نوبت محمود ترک می شود. اصلا مانیم یکدیگر رو نابود کنن. من هم همین را فکر میکنم، لیکن مملکت خراب می شود. این را چخیل پسی سر کنیم ثابت؟ پسی سر نمی کنیم. آنها گروه خود را گروه تروریستی نمی حسابند. در یک دستشان بیرق صلح باشد، در دیگر دستشان تیر و کمان است. از دهانشان گاه حرف صلح گاه آتش می براید. چخیل مانع کاری آنها شویم؟ ثابت من همیشه برای خود یک نقشه دارم. مینیک جان کنی دهانت را کشا. این خیل نه، کلان کشا. آخر یک شمال و شرق کلان است. مرا تنها آن جایها قناعت میکنند جناب. پیکس اگر خواهی نقشه لیدر کردان را به عهده بهجت گذاریم. جناب متاسفانه از این پس بهجت با ما نیست. من یلدرای برادرم را به شما پیشنهاد میکنم. او بسیار مردی کاردان است. یک کاری کنید که آنها زیر تیر مانند. حتی 1 هفته تیرها را از بدنشان گرفته نتوانند. همه بدنشان را سوراخ کنید.
اجرا میکنیم جناب. салим санҷар кани гӯй бомбаро дар толори расмкашӣ шумо мондед? бале. фармонро аз кӣ гирифтӣ? беҳҷат сардор, беҳҷат сарӣ. ӯ аз кӣ гирифтааст фармонро? намедонам, сардори ӯро намедонам, танҳо беҳҷатро мешиносам. дар боғчаи кӯдакон чӣ? ба худо намедонам, баъди боздошт шудани ман онро гузоштаанд. пеш аз ин ягон бор амалиёт карда будӣ? гапзан! гапзан, ҳозир ба ту нишон медиҳам. сарадро бардор, одамвор гап зан. дар тоқат рашидӣ 7 аскару бачаҳо ҳафтонда куштем. ҳайвон сифатон! оромона сухангӯй бе. эмду ором шав. аз чорчӯбаи қонун берун набарор. ин беҳҷати ҳаромиро аз куҷо ёбем? гапзан! хуб шуда, саломат бошед. худаш чӣ гап? ҳой бародар, ҳой беҳҷате ки 7 аскарро дар токат ба шаҳодат расонд, ӯро низ ба қатл расониданд, то ки барои дигарон ибрат шавад. саркомиссар, мебахшед, кори оҷил аст, диданатон лозим. чӣ шуд? чӣ гап аст? дар назди шӯъбамон як ҷасад аст. ҷасад? ҷасади кӣ будааст? дар пеши бараш беҳҷат навишта шудааст. боз як мактуби дигар. шунидӣ? мисли шумо бар ин ҳаромиҳоро дар куҷаҳо мепардоянд? ҳамин хел шабу рӯз дуо кун ки дар дасти мо мебошед. рафтем имду. кани рафта бубӣ. дар куҷо? ана он ҷо, сардорам. майлаш, ташаккур. беҳҷате ки 7 аскарро дар токат ба шаҳодат расонид, ӯро ба қатл расониданд, то ки барои дигарон ибрат шавад. оча, ба ман нигоҳ кун. Ба ман пул лозим. чӣ хел пул писарам? бародарат бурдааст. ту бошӣ дар фикри пул ҳастӣ? қасди бародарамро мегирам. ту худат бародаратро ба ин бало гирифтор кардӣ. ҳамаш айби ту шуд. ширам бароят ҳаром бод. девонагӣ накун оча. ин чӣ дахл дорад? ман барои ту, барои ҳамамон мубориза мебарам. барои озодиамон. ба ман пул лозим мегӯям. пул. ҷеғ занед омада ҷои ҳодисаро тафтиш кунед. фаҳмидам сардор. баъд ба ҷасадхонаи адлия равон кунед. итоат сардор. равед. гӯш мекунам мемдо. сардорам, каме пеш аз наздикии шӯъбаамон ҷасади беҳҷатсариро ёфтем. ба гумонам ин корро фаҳмидам. яъне ягон ишорае наёфтед? не сардорам. майлаш, корам ки тамом шуд меоям. ист писарам, ист гуфтам. бигар ягон ашёи хона намон. гурусна мемонам. наход ки инсон ба модараш бохатар зулм кунад. ҷойда хонум, даро кушо, ман наҷиб сардор. овоз аз ман барор. ман дар ин ҷо нестам, фаҳмидӣ? агар овозадо барорӣ, туро мепаронам, фаҳмидӣ? зоида хонум. зоида хонум.
سلام. مرحمت به درون درآیید. چه حال داره زایده خانم؟ این دردی من یک نه 1000 درد می باشد نجیب سردار. چی شد؟ بیایید که نشینیم. پسری کلانم روزان شده است. اول اسماعیل را کشت، حالا باشد مرا زیر تهدید قرار دارد. گفتمونه چی ها رخ داد؟ سلاح یافته است. نمیدونم از کجا. نجیب سردار، کسی که پسرم را فریب کرده باید سلاح داده است، آنها را یابید. از برای خدا در خانه پول هم نمانده است. غم نخورید زایده خانم، ما با شماییم. آن این را گیرید، در کار می شود. نمیگیرم سردارم. گیرید. برای جنازه اسماعیل باشد، مدیر امنیت همش را حل می کند. نگران نباشید. خداوند از شما راضی باشد. چی مرادی که داشته باشد عملی شود. آمین. این کارت من. اگر بیستیم بازاید به من حتما زنگ بزنید. برای خوبی او. نگران نباشید سردارم. در حال زنگ میزنم. آمده دستگیرش کنید. چی بودنی دشمنی دولت رو فهمد. اکنون دولت هم ملت هم با شماست. همش خوب میشد انشالله. خیر، شبهای خوش. نجیب سردار گوش کن، دیگر هرگز به اینجا نیا. مرا شنیدی؟ هرگز نیا. هستی برادرم رو از همه اتان میگیرم. دیگر به ما راه بازگشت نیست ثابت. آینده روشن نیست. کاری که با بهجت کردیم یک روز به سر ما هم می آید. اما فرق دارد. ما مثل حیوان مرد، ما باشیم مثل مرد میموریم. برای وطن جان میدهیم. تو به این سخنهایت اعتماد داری؟ من این پیره ها را کی ها طی کردم اکای ثابت. نجیب سردار میگفت اما من نمیفهمیدم. حالا خوب میفهمم. چی میگفت نجیب سردار؟ خدمت وطن میگفت. خدمت وطن میگفت، حقیقت میگفت، عدالت میگفت. لیکن اکثر ما در خدمت وطن نیستیم، بلکه در خدمت نفس خودمان میباشیم. برای خودمان یک مقصد ناپاک گذاشتیم. این فساد و رشوه خوری میباشد. انا به کجا روانیم؟ خیر، آیا مانیم که بمب ها در مکتب و باغچه ها ترکن؟ مردم بیگناه مورن؟ ما باشیم یک دکان کشاییم و تو فروشنده شو و من خزینه دار. کیف کرده گردیم. این خلم نمی شود. به بالا توف کنی موی لب است، به پایان توف کنی ریش. لیکن گوش کن، من امینم که جان هر کس را گرفتن این خدمت وطن نیست. این کارا شخصان مثل نجیب سردار رو میمده میکنن نکای ثابت. پس ما چی میکنیم؟ ما تا با گلو در باطلاق گتیده ایم. وقتی که غرق میشویم حد اقل باید یکی از بیشرفان را با خود کشیده بریم مکای ثابت. کمی دیگر نقل کن ای بلبلی غریب. تو از کجایی؟ چی نقل کنم میگید؟ از وقتی که پدرم گذشته از خوب نیستم. یتیم ماندیم. وقتمان تمام شود زودتر از این دنیا رویم. گپ زن، با پدرم چقدر شناس شدی؟ من در وقتش معیشت میکردم. در این طرف خانه و آن طرف خانه از شب تا سحر میگشتم. در جوانی مردن هم یک کیفیت دارد. عیناً. یک روز شیرکیف از یک جای برآمدم. پیش راهم را 3-4 نفر گرفتن. به خدا مردنی لط و کوب کردن. یکی از آنها با آهن زد و مرا بیهوش کرد. قریب مرا میکشتن که ناگاه دیدم که گریختن. یک شخص سیاه‌پوش را دیدم. پدرت بود. چشمانش سیاه بود. مثل تو. فرقش نه. خواه 3 خواه 13 کس باشد. تحمل این آقی را نداشت. نگفته رد میکرد.
این مردی نیست. به هر حال همین خیل بود. بعد رفیق شدیم، دستگیری هم کرد. من حیران شدم در کار او. بعد من رفیق اساسی او شدم. او باشد همه چیزی من. آبا، هر کس برای خودش یک سرگذشت عجیبی داشته است. با من خانه‌دار شو. میخواهم که زنی من شوی. بیا. با تو تشکر که در وقت نبودن من به او مادری کردی. فاتح جان، بین پدرت آمد. او را اصلا فراموش نمیکنم. میفهمی؟ ظالم، تو هیچ نمیدانی که در دل من چه غم هاست. بسیار میخواهی اما نمیشود. همیشه در ذهنت همین سوال ها است. برای چی؟ برای چی؟ تا وقتی که زنده ای عشق ملکه در دلت است. دلی تو رو میدانم. یک بار که دوست داشتی دیگر فراموش نمیکنی. از تو شدم جدا ای یار بی وفا، اشکم چو چشم شو یارم بیا بیا. کی ثابت باز برای اینا شده که این رو انتظار میشه. گپ نمیزدی و رفته خودت میگرفتی. تو هوای بیرون رو دیدی چه خیر؟ هوا بسیار خنک از زمین خیلی نه چه؟ دیدم پسرم آفتاب است. امروز هم برف نمیبارد، تعطیل هم نمیشود. بیفایده هوس نکن. اوفه. آفرین، کنی رفته بین؟ دال، تستر دال. رفته بین کی اومد؟ تنبل. با همه صبح بخیر. سلام علیکم. اوه عثمان، تا هم خوش اومدی. بیا گذشته شین. زنک جای رس. ممدو یگیت فاتح رو میفرستد. همین خیل بوده است. یک خیش و تبورش بوده است. با آنها روانش میکرده است. کجا روان میکرده است؟ با کی باشد عجبا؟ صبر کن، حاضر میبینیم کی بودنش رو. دادا با سر کردن. پول لازم برای مکتب چی؟ با تئاتر میرویم با هم سیمفونا. رفتن گرید؟ راحتون سفید؟ اکای نجیب، شما یک عمر کلمه چیپتا چیست را شنیده؟ نه، من چکلی که میدانم چیپتا نیست. تمام شده است. دادا التیموس یک دقیقه سپا در بین گپ ندارو. دادا یک کامera داشتیم کو؟ داشتیم. چی بود؟ دادا در مکتب فوتبال است. با نوار میگیرم هیچ کار نمیکنه. برای احساس کردنش پول لازم. من چرا پلیس شدم؟ اگر غارتگری بانک‌ها میشدم تمامی خواستهای شما را اجرا میکردم. ای نجیب، مبلغی نوچیز بیده روان. مالش اکای عاطف حل میکند. نجیب خدایا به من صبر جمیل عطا کن. پروردگارا به نجیب صبر جمیل عطا کن. خیر چیکار کنم؟ تو میخواهی که همین را هم به تو نگویم؟ بیا اینها ما رو غارت نکرده. از اینجا تستر رویم. تستر رفته کامera رو گیر. تستر رفتیم. جناب خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. گرسنه هستید. زودتر شینید. سلامت. تشکر. یلدرای، انا بین این آدم ها از پس تو هستند. از امور داخله مفتشان هستند. ممنون شدم. این جناب ادوکات آقای سردار. سلام. پسرم چای بیار. حاضر جناب. من راست ایستاده موضوع را سر کنم. به فکرم یگان جای بدی ندارد. وقت ما بسیار کم است. هیچ گپ نه. بفرمایید.
یک آدمی ما با نام بهجت در امنیت کار میکند. تو همچون ادوکات پیش او میروی. مایلش. جنابان مفتش باشند به نزد نجیب سردار میروند. تمام و سلام. گوش کن پسرم، تو میگویی که خانه دار میشوی. بیا از این کار دست کش. خدا در آن نسوزان. سردارم، ما این خیلی نمیشویم. یک دیگر رو دوست میداریم. خدایا، خودش چی گپ است؟ گویا ما دوست نداشته خانه دار شده ایم. اوه، چیا میگویی؟ خطایت را فهمیدی؟ خدایا چی گفتنش رو نمیداند. دادا. آمدی؟ تمام. ما انا را گیر. ما گیر. تشکر دادا. تو هم گیر. مایلش تا بازدید. اما زودتر کردن لازم. مایلش تمام تا بازدید. حسیب گرید از قیصری آوردن. مسئله نجیب یلماز چی شد؟ خیلی شد که درد سرمان شده است. یک راه یافته او را از وظیفه‌اش دور کردن در کار. چی طوره که من میدانم در کارش بسیار فعال است. چی بهانه میکنه؟ نخواد یگان بهانه نیست. ملکه سایلو در حمایه او بود. سوی قصد کردند. جنایتکار یافت نشد. در جنگی که در کوچه شد یک کودک 7 ساله مرد. قاتل او را هم نیافتند. باز چی میخواهی؟ در این دولت ستا قاتلان نامعلوم است. برای این از وظیفه‌اش کسی را آزاد نکردن که نجیب یلماز را آزاد کنیم. بسیار خوب، یکمین می شود. علاوه ادوکات آقای سردار با شما کمک میکند. انشالله همه طرفه با قوت هستی. امروزها تو آدمی لازمی هستی. سلامت باشید. این را گیر گفتم. اوه بله. تشکر جان. شما آزادید، می توانید روید. تشکر. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تا بازدید. گیر. جناب از امنیت آمدند. با شما صحبت کردن میخواهند. عاجلا. من وظیفه دار ضد کارهای تروریستی نجیب یلماز. مرحمت. ایستو. مرحمت جنابان، مرحمت. مرحمت شینید. آمدید که مرا دستگیر کنید؟ نه، آمده ایم که شما را حفظ کنیم. شما درد سر ما شده اید، ما باشیم این درد را از سرمان دور کردنی هستیم. چه گفتنید؟ نسبتتان تهدیدهای زیاد است. امروز در یک جنازه اشتراک میکنید. جنازه اسماعیلی که روز گذشته در کوچه کشته شد. ما هم در نزد شما میشویم. من از کسی نمیترسم، یگان محافظ هم نمیخواهم. جناب التماس یک روی نکنید. راستی گپ، ما هم در فکر آنهایی که به شما آواز میدهند هستیم. این بسیار فتنه کلان برای آنها میشود. من خلق خودم را دوست میدارم. برای حقوق دموکراتی آنها جدل میکنم. اگر به من چیزی شود، البته بعد از این آنها دیگر آرام نمی ایستند. مایلش، گپی زیاد در کار نیست. در جنازه میبینیم. خدا حافظ. کاکان، تو در اینجا است. یک لحظه از برش دور نمیشوی. اطاعت سردار. رفتیم.
مراتب تاب دادید؟ بله جناب. یلدرای از شیرینی هم گیر. وقت بسیار تنگ است یلدرای. حریف را نابود میکنیم. او را نابود میکنید. سگار همین خیل خواست. خب این به فایده ما می شود. آدم بهجت می مرد اما نجیب گناهگار دانسته می شود. با مزه. نباشد من رفته این کار را حل کنم. یلدرای چی شد آقای پیکاس؟ با این کارت مرا تحقیر کردی. قهوه‌ای که به تو اکرام کردم تمام نکرده خیستن خوب نیست. این کار را دوست نمیدارم. قهوه را تمام کرده بعد رو. حالا شین. ایست شیرینی هم خور. مکان گفته بهجت همینجا ثابت. به قبرستان نزدیک است. برای گریختن هم خوله. پس چیکار میکنیم؟ اگر گویم عجایب نمیشود. فراموش کردم که با تو گویم. پیسگار برآمده است. اما با کرسی برقی حرکت میکند. نه خطا کردم. چی بود نامش؟ خیریت که خدا خودش راه نشان داد. او را در کرسی برقی بشانیم، بعد برق را پیوست میکنیم. حالا ایست میبینی. حجت ها را یک هفته پیش روان کردیم، اما تو حال جوابش را نگرفتیم. نه جواب می آید. سلام، من ادوکت آقای سلیم. آقای سلیم؟ دیروز شب به محکمه آورده بودم. شخصی که در فابریکه دستگیر شده بود. با او چی کار میکنید؟ ادوکتش میباشم. وا خوردن لازم. مرحمت. شما در اینجا استید. در شو. خیز از جوید. ادوکتت آمده است. چی خیل ادوکت؟ من ادوکت ندارم. یگان کس روان کرده است. خیز از جوید. مایلش حاضر. چی همین قدر بود؟ فکر میکنی که آزادت میکنیم؟ بیفایده خیال نکن. تیستر راگرد. اوه تو چی بلا داری ها؟ برای چی نمیبرایی؟ اوف. گذارشین. عاطف تیز اینجا رو خالی کن. نمیبینی من کار دارم. کامیرا به این تلویزیون راست نمیآید سر می‌ماند. گوش کن مرا عاطف. حاضرین را بر سرت میزنم. تیزتر برا. تو اینجا شین حاضر ادوکتت میآید. مکان اینجاست. حریف این است. با کنار کشیده کار را تمام میکنیم. بعد از اینجا میگریزیم. تو از اینجا، تو از آنجا، من از اینجا حمله میکنم.
همه فهمید؟ شد اکا فهمو اکا. سلاحایتون رو تیار کنید، کمتر پسر میکنیم. شاید بسیار دوام نکند. چی کاری که کنی او رو از اینجا برآوردن نمیتوانی. اینش رو من میکنم. برای برآوردن البته یگان راه میابیم. تو رو کی روون کرد؟ ای با تو میگویم، با من جواب ده. مرا از اینجا میبراری ها؟ شب در سوال زیادی دادم، مرا دیوانه کردند. بسیار عذاب دادند. نپرسکه. در این کار یعنی تجربه داری. بسیار خوب. نجیب یلمز. لابای از وزارت کارهای داخل آمدیم، با تو صحبت کردن لازم. برای کدام مسئله؟ از شما شکایت کردند. چه شکایت؟ در زیر حمایتان یک محکوم کشته شده است. دیروز باشد یک کودک افسانه را به قتل رساندند که از آن با خبر بوده اید. ایستا اکا چکار میکنی؟ ایستا اکا چکار میکنی؟ ایستا اکا ایستا چکار میکنی؟ آغاز از را نبرار. حاضر از اینجا خودت را با پایان هوا میدهی. حیف میشوی. اما تو هم حق داری. این قدری که پلیس با تو شکنجه کرده است چه خیلی طاقت میکنی؟ همین طور نه؟ گوش کنید. من در حیات سرم وظیفه خود را پس سر نکردم. حالا باشد کاری مهمی دارم. یک شخص را باید محافظت کنیم. همین خیل؟ کسی باشد وای بر حالش. ماند وظیفه‌ام را اجرا کنم. بعد چقدری که میخواید سوال دید. یگان جا نمیگریزم. شما سری وظیفه باشید، هم ما هم سری وظیفه هستیم. مرحمت به درون گذارید. التماس ما را مجبور نکنید. ایستا اکا چکار میکنی تو؟ خیر مایلش خیر. گوش کنید جنابان. تا به امروز من به کسی ضرر نآوردم. خدایا در حال یاری تجلیل را چک زنید. دیر کردیم سردار، مرده است. کنی بینیم این را چه خیلی شهر میدید نجیب سردار. یک بار خودش را به زمین پرتافت. کوشش کردم اما دستگیر کردن نتوانستم. مرده است چی؟ تو کیستی؟ ادوکتش. در رویش نشانه های لط و کوب بود. گفت که مرا شکنجه کردند. جوابش را میدهید. به کسی ضرر نرسانیدنتون همین است نجیب سردار. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک همصدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت
ва мисли Юсуф аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоем. Галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд сифати паст дошта қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.